احتمال دارد که در آینده نزدیک تاجیکستان قانون درباره منع فرزندخوانی از طرف خارجی ها را بازنگری کند و در نوبت اول درخواست آنها را اجرا کند که شهروندی تاجیکستان بودند و اکنون میخواهند کودکی را از وطن خود به فرزندی بگیرند. عدیه زنی که 20 سال اخیر با تقاضای کار در اروپا زندگی میکند چند سال باز تلاش دارد دو پسری برادرش را به فرزندی بگیرد و بزرگ کند. این دلیل که آنها اکنون برای تاجیکستان خارجی به شمار میآیند رسیدن به این هدف را ناممکن کرده است. عدیه در یک صحبت کتبی با ما گفت در پی یک بیماری پسری 4 ساله‌اش را از دست داد و بعد از چند سال همراه با شوهر تصمیم گرفت پسران برادری مرحومش را به فرزندی بگیرد. مقامات به درخواست او در این باره جوابی رد ندادند، اما تا هنوز برایش این اجازه را هم رسما ندادند. عدیه میگوید میخواهد با اجرای تمام رسمیات کودکان را با خود به خارج برد تا در تحصیل و زندگی آنجا مشکل پیش نیاید. تاجیکستان به فرزندی گرفتن کودکان را از طرف خارجی‌ها میانه‌های سالهای 2000 در حال منع کرد که در یک چند مورد کودکان فرزندخوان شده به دست قاچاق برآن افرید. سازمان ملل متحد هم با توجه به این مشکل در قطار مسائل دیگری مربوط به حقوق کودک به حکومت تاجیکستان توصیه داده است مسئله منع فرزندخوانی با شهروندان خارجی را بازبینی کند. رجب ما بحرالدین زاده وکالتدار عاید به حقوق کودک تاجیک میگوید حالا گروه کاری عبارت از نمایندگان وزارت عدلیه، سود عالی، دادستانی کل و وزارت کارهای خارجه و وزارت معارف و علم این دو مسئله را بررسی دارند و اون گروهی که این مسئله رو بررسی میکنند اگر که ضرور شمرد و به قانونگذاری عمل کننده ورود نمودن تغییرات اون وقت این مسئله بررسی میگردد. اما او در مورد خارجی هایی که با تاجیکستان پیوندی ندارند گفت که با آنها دادن کودکان مسئله جدی است و بررسی جدی میخواهد. تجربه دیگر دولت ها نشان دادند که وقتی که فرزندان رو از یک دولت مثلا من از در امریکا کودکان رو از فدراسیون روسیه به فرزندی قبول میکنند و عاقبت های خیلی ناگواران بود. برای همین اون تجربه هایی که ما میدیدیم و شاهد اون بودیم منم طرفدار آن هستم که این مسئله به طور پوره آموخته شود. و گفته مقامات تاجیک برای حفظ منفعت کودکان فرزندخوان شده از جانب شهروندان خارجی قبل از تغییرات به قانون باید مکانیزم درستی نظارت این کودکان در خانواده و کشورهای دیگر تهیه شود. امید ایرگش و رهبری سازمان حیات در عائله که در سمت برگردانیدن یتیمان به خانواده ها کار میبرد میگوید از جانب یونیسف یک تحقیقات گذرانیده شد که معین کرد قریب 90% کودکان یتیمخانه ها پدر و مادر دارند و والدان از آنها دست نکشیدند. به این خاطر هم آنها به فرزندی داده نمیشوند. در نوبت حدود 900 نفر است و باید این کودکان در نوبت اول به تاجیکان و خویش و تبار خود داده شوند و بعد فکر شهروندان خارجی را باید کرد. مصاحبه دیگری ما نیزاره که دو شهروندی دارد و در پی دودوی چند ساله برای گرفتن یتیم به فرزندی از این وضع خوب آگاه است میگوید اکثرا شهروندان تاجیکستان کودکان نوزاد و تا 5 ساله را به فرزندی میگیرند. کودکان بالاتر از سن 5 معمولا به گفته او تا آخر در یتیم خانه میمانند و بعد آن هم سرنوشتشان نامعین خواهد شد. البته خوب است که کودک در کشور خودش بماند ولی فقط نفر نیست که کودک را به فرزندی بگیرد. چرا او را به شهروندان خارجی نداد؟ خود نیزاره چند سال تلاش کرد یک کودک را از یتیم خانه به فرزندی بگیرد اما میگوید برای روززبان بودن و در قرقیزستان زندگی داشتن پاسخی رد گرفت. در یتیم خانه های تاجیکستان بیش از 10,000 خواننده به تربیت فرا گرفته شدند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش دارد که کودکان در عائله به وای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتا آسان کند. تا 2 سال پیش در این کشور بیش از 3000 یتیم را به فرزندی خواندند. در 3 سال اخیر دادگاه‌های کشور 48 مراجعت شهروندان برای فرزندخوانی را رد کردند و به باور آنها امکان مالی نگاهبینی کودک را نداشتند. بر اساس کدکس عائله تاجیکستان خانواده‌هایی که می‌خواهند طفلی را به فرزندی گیرند باید 16 سند تایید هویت را به نهادهای دولتی پیشنهاد کنند. اینچنین شخصان مبتلای بیماری‌های سیل، ویچ اسپید و ونرولوژی، افراد مفلس و آواره‌گر، داغ سودی داشته بدون سرپناه و اجاره‌نشین حق فرزندخوانی را ندارند.